وزن 52 کیلوگرم در کشتی فرنگی. کاکاهاجی رو با کفش‌های سفید و دوبنده آبی در مقابل حریفش کلاشینکوف از شوروی که کفش‌های او در گیرنده‌های سیاه و سفید تیره هست مشخص‌تر از حریفش داریم. کار به همین منوال میگذره، تو سر گردن همدیگه میزنن. هر دو مایه پیچ و کمر رو دارن که اینجا کولانداز رو نه به شکل کامل اجرا میکنه کریم کاکاهاجی از ایران و یک نمره به حساب او گذاشته میشه. 1-0 میشه. مایه سالتو رو در اختیار میگیره کلاشینکوف، میره تا بتابونه، نگهش میداره وسط راه و چون مجری فن هست نظر داور وسط و بازی این هست که نباید نمره ای رو به کاکاهاجی بدن. سرپا داده میشه. حساب همچنان 1-0 هست به نفع کریم کاکاهاجی. مجددا خودش رو به پشت میرسونه و میتابونه حریف رو. 2 نمره دیگه به اون میدن. حساب 3-1 باید بشه، 3-0 باید بشه. پاها رو باز کرده کاکاهاجی، خودش رو به بیرون میاره تا بتابونه، بالا میاره. مجددا از اون سمت پا انداخت. یک لحظه ای این نظر مربی ایران هست که کلاشینکوف در بالا آوردن کنده یک لحظه پا انداخت. باید ببینیم که نظر رئیس دوشک و آقای آرزوما از نماینده فیلا چی هست. اونا به این امر معتقد نیستن. میل به حمله داره زیر کتف کاکاهاجی میداره، کمرش رو میگیره و میتابونه. 1 نمره رو داور وسط آقای جدی 3 نمره اعلام میکنه که به نظر من نباید درست باشه چون فن کامل اجرا نکرده. حالا ببینیم که بازی برای رئیس دوشک رأی میدن. 4-2 به سود کاکاهاجی کشتیگیر ایرانی. یک تندر زیبا که کاکاهاجی وسط راه اونو نگه میداره و 2 نمره تا اینجا به سود کاکاهاجی هست مسلما. حالا اگر کشتیگران کامل نگه داره میتونه تموم کنه که متاسفانه کشتیگیر شوروی کلاشینکوف در میره. حساب کار 6-2 میشه. میشمارن برای کاکاهاجی 5 ثانیه 8 9 و تمام و کریم کاکاهاجی با پایان رسیدن 6 دقیقه مبارزه موفق میشه که با حساب 6-2 آندره کلاشینکوف از شوروی